امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره در مورد کانگچو از سومین درس اصطلاحات عامیانه کره‌ای صحبت کنیم. کانگچو کانگچو ببینیم چه معنی میده. اینجا این لایکی که داره نشون میده احتمالا یه پیش زمینه‌ای به شما داده. کانگچو دو بخشه، کانگ و چو. کانگ از کانگنیوک یا قوی میاد. چو هم از چوچون یا توصیه میاد. یعنی یه توصیه قوی، پیشنهاد قوی، یه توصیه‌ای که شدید بهی میکنی. صرف و کاربردهای رایجش رو ببینیم. اسمش کانگچو، اون فعل اسم بودنش هم میشه کانگچویه و فرم قیدیش هم میشه کانگچو هانم، کانگچوین. بریم یکم مثال بیشتر ببینیم. 강추해요. یعنی شدید توصیه میکنم. 제가 강추하는 책이에요. 제가 강추하는 책이에요. کتابیه که شدید توصیه میکنم. 제가 강추하는 곳이에요. 제가 강추하는 곳이에요. جاییه که شدید توصیهش میکنم. بریم یه دیالوگی با هم بشنویم. 이 책 읽어봤어? 완전 강추야. 진짜? 너 책도 읽어? 아니, 친구한테 들었어. 이 책 읽어봤어? این کتاب خوندی؟ 완전 강추야. شدید توصیهش میکنم. 진짜? واقعا؟ 너 책도 읽어? تو کتابم میخونی؟ 아니, نه. 친구한테 들었어. از دوستم شنیدم. خب این جلسه‌مون همینقدر کوتاه بود و یک اصطلاح جدید یاد گرفتیم. تا جلسه بعد. 안녕.